اینکه صحبت کنم یه دقیقه نگاه کنید محور ترافیکشو. میشه گفت سنگین و نیمه سنگین هستش. با مردم من صحبت کردم، گفتن خب در خانه بمانیم، چرا دارید میرید سفر؟ هر کسی یه بهونه آورد، گفتش که من بحث قضایی دارم، میخوام به مادر پدرم سر بزنم، چرا تهران بمونم، قرمز میرم اونجا میمونم، از خونم در نمیام، خونه سوار میشم، خونم پیاده میشم. این بهانه‌ای بود که مردم به هر صورت عنوان میکردن. ولی با این حال در خدمت سردار حسینی هستیم، رئیس پلیس راه کشور، ببینیم وضعیت جاده ها چگونه هست و توصیه‌های ایشون به مردم. سردار در خدمت هستیم. بله خواهش کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ملاحظه می‌کنید در محور کرج-چالوس بار نیمه سنگین هست و پیش بینی ما این است که به هر حال این 2-3 روز در واقع سخت‌تر هم بشه. واقعا توصیه اکید ما همیشه مبنی بر این مسئله بوده که از سفرهای غیر ضرور اجتناب کنن. به ویژه امروز سه‌شنبه است. بله، به ویژه در این روزهایی که به هر حال مطمئناً بعضی ها از پلیس خورده میگیرن که تمهیدات ترافیکی شما در واقع مغایر سیاست‌های حوزه سلامت هست. من میخوام اینو عرض کنم که به هر حال ما میبایستی شرایط رو به گونه‌ای مدیریت کنیم که در محورهای مواصلاتی دچار مشکل نشیم. ما در محور چالوس، محور هراز با این حجم از تردد به ناچار باید تمهیدات ترافیکی رو اجرا کنیم، مگر اینکه ستاد ملی مبارزه با کرونا به هر حال یک دستور قاطعی رو در مورد در واقع جلوگیری و ممانعت سفرها صادر کنند. فقط در جریان باشید که ما روزانه اگه بخوایم تعداد فوتی‌های کرونا رو در نظر بگیریم، حدود 5 اتوبوس مسافر به رحمت خدا میرن. رعایت کنیم تا خدای نکرده دچار به هر صورت این